پروردگار احد کریم هر کی را مراد مقصود و طلب حاجاتی است خدایا از خزینه رحمتت خیر بگردان. اله پروردگارا مسافران راه را سفرشان را خدا از همه بلا و مصیبت های سفر جان و مالشان را خدا در امان نگه بدار. الها روزی است که همه ارواحان امید دعا دارند. کدام کسانی که امروز در تفسیر قرآن و حدیث پیغمبر علیه السلام و در دعای جمعیت مؤمنین امروز جمعه را فراموش نکردند، خدایا همه گذشتگیانش راضی و رحمت کن. الها در قطار شما مای مسکینم، خدا پدر مادر من رحمت، استادای پاک من خدا رحمت کن. خدا همه شما را هموطنان عزیز در وطن تنج آرام برکت فیض